داستانی داشته باشه که رو تاثیر بذاره. همین اون یکم پیش داشتیم راجبش حرف می‌زدیم Life is Strange. خب خیلی برام جالب بود که این باترفلای افکت رو نشون میداد. تصمیمات کوچولو چجوری میتونه بعداً باعث بشه که یه اتفاق خیلی بزرگ بیفته. حتی اینی که میگی توی دنیای آنتل دان هم اتفاق افتاده بازی 2015 برای PS4. راست میگه. این اثرات پروانه‌ای خیلی تو بازی‌های این مدل هیوی رین فکر می‌کنم تقریبا اثرات پروانه‌ای داشت. درست میگم؟ بازی نکرد. یعنی شده بهش فکر کنی بعد می‌دونی بازی منظورم که بازیو بکنی و مدت‌ها به اون داستان فکر کنی و درگیرش بشی. واقعا اینطوری بود. هر کاری که انجام میدادم اینجوری بودم که این بعدن چی میشه؟ نکنه بعدن یکی رو بکشه این حرکت من. چون اونجا یه قابلیتی که داشتی، قابلیت این بودش که تو میتونستی ریورس کنی، بله. برگردی عقب و یه تصمیمی عوض کنی، ولی تو دنیای واقعی نمیتونی این کارو انجام بدی. اگه تو دنیای واقعی میشد این کارو که خیلی جذاب میشد. اتفاقا جذابیتش رو از دست میداد.